دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یک ویدیوی جدید از بازی موتور هندی. فکر کنم بازیشو کردین. این بازیه فکر کنم دیدید. بچه امروز ما میخوایم بازیش کنیم، به گیم پلیشو بریم که میخوام بهش نظر بدم. از نظر خودم بازی خوبیه، مثلا تو قدیما بعضی همون بازی میکردیم میدونم خیلی بازی به نظرم خوبیه. همون اول کاری با یه صدای گند قدیمی میاد. این چرا اینجوری شده؟ بابا خب اول کاری من صدا رو کمتر کنم. خب اینجا الان ما میتونیم با ماشینمون را بریم، راه که نه گازشو میگیریم میریم اینو له کنیم، هیچ نمیشه، فقط درای ماشینمون به پیپ میره. بچه من شاید تو یوتیوب هم دیگه میبینید. بچه من اگر به اینا تیراندازی کنم اونا میتونم تیراندازی کنم. نگاه بکشم جر خودم این طبقه معلومه نبوده. ولی خب من ماشین رو به رگبار میکشم. اگه شد ماجه کار از فاصله ها نمیتونم ها میخوره به این ولی تیرا مورد بچه فقط بدی که باز داره، مثلا این تفنگا رو نادی با سیما ممنونم، ولی چرا اینجوری ازشون رد نمیشه؟ این سوراخ مگه نیست؟ همه اینا اینجور باید پر کنم. بچه اگر شما ها دوست دارید من ویدیوی چیزم برم، چی بهش میگن خدایا، همون بازیه هستا، یه بازیه توی مثل فورتنایت ولی فورتنایت نیستا، چی بهش میگن، رومبله چی اون. اگه دوست دارید اونم برم حتما تو کامنت ها بگید. و بچه ها بدونید قرار امشب فکر کنم لودان بچه چیز جدید اومده. فکر کنم فهمیدم. برای کسایی که نفهمیدن این برنامه هستش، خود سازنده ساختش مثل خودشه، ولی وقتی که میری توش بوم این میاریش نه قبرستون نمید. خیلی خفنه. فکر کنم اینه. بیرون دیگه فیلم پلیرم که هستم هیچ. بذار بریم توش. خب لود اد چیه اخی هیچ نبوده. میریم بیرون. چیزی خاص شده هیچ تغییر نکنه. چرا تو گوگل پلی؟ خب 40 برگات رو ریختنه. برنامه خوبیه پس. بالاتر میشیم.
آجی سرعتش هم اگر نگم براتون من چی شد دردت گرفت حاجی من حرمت داره تانک حرمت داره میارمش سرش پایین همین الان میکنم اینجا فکر چقدر کندم شما خدا اینجوری باید ساعتون هستی اوف پیاده شو گیر کردم زیرش برو به نظرتون میشه رفت بالاش برم بالا خیلی خوب میشه چون بالا هیچ چیزی داری نمیشه برو بالا بابا برو بالا دیگه تو هم خدا این بده من اینو نیستم بریم اینو تست کنیم همجا هم بود آره خب اونایی که برای اونایی که نمیفهمن دیوی چه باحال خوشگل بابا بوده خوشگل تو کی بودی دیگه خوشگل نیستی دیگه خوشگل نیستی برو اونور آشغال دیگه تو آشغالی بیشتر نه پلیس جان تیر من رو ندیده ای اینکه پنجا حالا بیو بزن حالا بیو جمعش کلا میگه حالا بیو جمعش میو بیا پایین سوله مشتی کوچولو میو اورا اسباب بازی که هم اومده کجا اومده اسکول همین لوله رو به خدا میکنن تو اونجاتون اینه چی درتون میگه بریم هاچی سپیجی تابی بریم دیگه بار نمیم لاستگاه سراخ کردیم بی ادبا تاپی برو بابا شما فعلا بچه این از این کارا به شما نیومده کوچولو همین کارو سر ددن پاره جلوی پیو نمکو خون دادا شما کی باشید جلوی تانک رو ببینید شما فعلا فهم منو داری نگاه میکنی نیست غلط نیست انا من اینو بزنم تمام میکنم حالی برو بزن جلوتر برو میام آقا میدونی من چیکار میکنم فقط همین کار سر کنم Deadpool Vamos, meus amigos. Bacana.
کسی که توش نبود چجوری تو پیاده کردی؟ اوف دریفت. سلام خانم شما رو میدی؟ اگه نمیدی دارید کن برو. خب چه جالبم شد بازی. بچه ها راستی ویدیو لایک و ساب مطمئنم نکردیم. تو رو خدا لایک کنید، تو رو خدا هر که دوست دارید لایک و ساب کنید بچه ها. و یه چیز دیگه میخوام الان بهتون بگم، نگفتم تا الان. میخوام بهتون خونه بعدی پلیرمون رو بهتون نشون بدم. اینا که قرار جدیده، باید براتون زده که نشون بدم اینجا خونه. اینجا هم پایگان زامبی داریم. اوف یا ابوالفضل. خب زده استاپ که وارد نشدی. اوی وارد نشد. بچه الان میذارید وارد چم یا نه؟ حمله جمع. شو چرا پرتم کردن؟ مردم. حاجی چرا من هی میافتم تو هوا و دمیجم نمیخورم؟ آه این هیچ وقت نمیترکید، نمیدونم چرا. یه لامه بترکه نمیترکه مثل تانکه. چه ویدیو جالبی شد این دفعه. خب یه پایگان زمین ما خودم. آخرای جونمه. چون کم بودن. این طبقه بالا. طبقه بالا به نظرم که چه باحال شده. بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین و ویدیو رو نگاه کردین. بچه ها لایک، ساب، کامنت فراموش نشه و تا ویدیو دیگه See you!